و هم یستریخون فیها، اینمی دوزخیا فریاد میکشن فی آدی جهنم. ربنا میگه پروردگار اخرجنا ما را بکش، نعمل صالحا، به دنیا ببر که ما عمل صالح بکنیم، غیر الذی، غیر از عملی که کنا ما بودیم نعمل و انجام میدادیم، او کارا را دیگر نکنیم الله. لیکن این فریادا و آرزوها بالکل بیجا و بی مورد است. اولم نعمرکم، الله برشان میگه گفته میشه برشان، آیا شما را عمر نداده بودیم ما به مقدر مقدار، یتذکروا که نصیحت میپذیرفت فی دو عمر، من کسی که تذکره نصیحت پذیرفت. آیا دیگه مردم که در جنت رفته قط شما یک جای نبود؟ امو مردم هم مثل شما واری نبود؟ امی مقدار عمر شما هم تیر کردی و هم تیر کردی. خو شما وای وای و جاکم النذیر، آمده بود براتان بیم دهنده از امی عذابا، مکمل شما را آگاه کرده بود. خو شما بودی مست بودی در خواهشات نفسانی، عیش و عشرت، میگفتی امی دنیاست، نه نماز نه روزه نه الله دیات، هیچ چیزی نبود. فذوقوا، پس بچشه، فما للظالمین من نصیر، برای کسانی که ظلم کردن سری نفس خود در دنیا، ایمان نآوردن یا ظالمین مشرکین، من نصیر، کسی امداد کننده برش نیست. سفارش مفارش هم وجود نداره. چرا؟ به کافر و مشرک سفارش هم نمیشه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، عالم غیب السماوات، عالم است بالای آن چیزی که پنهان است در آسمان ها و الارض، از در زمین است. همه چیز به الله واضح و آشکار است. کاری را، عملی را که تو پت انجام میدی یا عقیده و نیت و اراده که تو در دل داری، به الله معلوم است. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تبارک و تعالی عالم است به صاحبان سینه، یعنی آن چیزی که در سینه های خود پنهان کرده از عقیده، نیت، اراده، کلش الله عالم است، الله برات پیش میکنه. هو الذی، پروردگار ذاتی است، جعلکم خلائف فی الارض، نه انسان، تو بسیار مستحقی بسیار زیاد عذاب هستی. چرا؟ الله بری تو کم امتیاز نداده، کم تو را مقام نداده، ارزش نداده، تو را خلیفه در روی زمین جور کرد، نافذ کننده حکم خود در روی زمین تو را جور کرده بود که حکم الله را تو نافذ کو، نظام خود بری تو داده بود که اینمی مطابق این نظام عمل بکو، و موجودات دیگه در زیر خلافت تو بود. اتور استعداد برات داده بود که از همه چیز تو فایده بالا کو، از بحر، از هوا، از فضا، از زمین، از آب، از درخت، از گیاه، از حیوان، از پرنده، از تمام چیزا، چیزی که بود در اختیار تو گذاشته شده بود. تو خلیفه بودی، خلیفه در روی زمین، حاکمیت الله را برقرار میکردی، ولی تو چرا غافل شدی؟ هو الذی، پروردگار ذات است، جعلکم، که گردانیده شما را خلایف آباد کننده زمین، یکی پی دیگره. خلایف اینجا چی مانا؟ آباد کننده زمین یکی پی دیگره. یک جماعت میره وفات میکنه، دیگه جماعت در جایش قایم مقام است، دنیا دینمی حالت پیش میره، یک مانا. دوم، جعلکم خلایف، شما را گردانیده نافذ کننده احکام خود در روی زمین، که شما باید احکام الله را، حکومتی که الله تجویز کرده بود او را در روی زمین حاکم بگردانی، شما را مقرر کرده بود. حالی که کسی در یک عهده مقرر میشه و خصوصا کسی او را مقرر کنه، الله اکبر، چقدر خوش است از او. کرزی صاحب اگر کسی را وزیر مقرر کنه، آها، وزیر سالای احسان کرزی صاحب فراموش نمیکنه. چرا؟ میگه مرا وزیر مقرر کرد. الله میگه من شما را مقرر نکردم. در دنیا همه چیز در خدمت شما نبود، تو انسان حاکم نبودی در اوجا. خب حالی جانشین نمیگه که شما را جانشین خود در زمین مقرر کرد. جانشین به کسی گفته میشه که وظیفه امو کس پیش ببره و در جایش بشینه. الله تبارک و تعالی توری نیست. از او خاطر در بعضی تفسیرها که خلایف به معنای جانشین معنا کرده خطا شده. فمن کفر فعلی کفر، کسی که این کار میکنه، یعنی این نعمت الله که خلافت است، از این ناشکری کرد، امی خلافت الله را در روی زمین قایم نکرد، مطابق دستور الله زندگی نکرد، فعلیه کفر، بالای از این امین کارش است، تاوان نقصان همه سری خودش شد. ولا یزید الکافرین، زیاد نمیکنه کافرها را الله کفرهم، زیاد نمیکنه کافرها را کفرشان، عند ربهم، بنزد پروردگارشان، الا مقتا. شما کلی عمر در ناسپاسی تیر کرده، در این کار تیر کرده، این کار برای شما چی فایده داد؟ بنزد الله بجز از غصه و غضب الله زیاد شد، دیگه چیز نشد. ولا یزید الکافرین کفرهم، زیاد نمیکنه برای کفار کفرشان، الا خسارا، مگر تاوان و نقصان خیلی زیاد. چرا؟ نعمتهای بزرگ الله را استفاده کردن، اما در مقابل ادناترین شکرگزاری را نشان
ندادن، برابر حیوانات هم نکردن. حیوانی را که الله پیدا کرده به کدام وظیفه موظف کرده، امو وظیفه خود انجام میده. از اسب گرفته تا گوه، از مرکب گرفته تا بز و گوسفند، هر کدامش وظیفه خود انجام داده. قل بگوی پیامبر علیه السلام ارایتم شرکاکم، نشان بده برام شرکاکم، همو کسایی که شما شریک میدانه به امرای الله تبارک و تعالی در تصرف، در علم غیب، در حاجت روایی، در مشکل کشایی، الذین تدعون، که شما آواز میده من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، یا به نامش نظر میکنه یا سجده میکنه برایش، نماز برش میخوانه. ارونی بر من نشان بده ماذا خلقو، چی چیزا پیدا کرده، من الارض، از زمین، در زمین هم کدام چیزی است که یا پیدا کرده باشه، ام لهم شرکن، یا برای از یا شرکت است، حصه است فی السماوات، در آسمان، کدام تصرف در آسمان هم داره، در آسمان هم کدام چیز پیدا کرده که دو شریک باشه، ها نشان بده. ام آتیناهم کتابا، وقتی که شما نشان داده نمیتونه، در تجربه و مشاهده هم یکی. اما آتیناهم، آیا داده این برشان کتابا، یک کتاب که اجازه بده به شریک مقرر کردن، در اونجا دلیل شریک کردن موجود باشه، فهم علی بینت منه، یا به دلیل واضح منه از همون کتاب باشه. بیار یک دلیل از کتاب که بله شرک را واسطه، ایره بر ما بگوی. بل الله میگه این چنین نیست، یا این کارا را نمیتونه، بلکه ای یعد الظالمون، وعده نمیکنه ظالما، بعضهم بعضی از یا بعضا امرای بعضی دیگرا، یه مشرکا، یا وعده نمیکنه بعضیشان به امرای بعضی دیگرا، الا غرورا، مگر از روی فریب. برش میگه چی میگه؟ این اولیا کی است کم زور نداره. ها دیگه چی میگه؟ آسان نبود بردن ما جانب دوزخ آنجا که احمد مختار نباشه. صحیح کنی؟ ایره غرور میگه، ایره فریب دادن میگه. تو را اینطور فکر میکنه که چی مانا؟ ما را آسان نیست هر کس ببره، زوری الله هم نمیکشه نعوذ بالله که احمد مختار باشه. خب گوشیتانا بگیر، ایره میگه غرور. تمام روز حکایات واهی را قصه کرده رایسته او بری تو گفته رایسته که غم نکو، این صاحبی قبر نیست، این بسیار زوردار است، این خیلی زور، تو فقط دیگه در پاری ازی پخته کو یا در وقت حاجتا برش آواز بده، باز دیگه غمش نکو. الله میگه کجاست؟ ان الله یمسک السماوات، یقینا الله تبارک و تعالی عظمت الله را الله خود بیان میکنه. الله کدام ذات است؟ یک دوم اشاره میکنه به تحقیقات علمی ساینسی که امروز جهان مکمل اینمی آیت را فقط زیر چیست انگشت خود زیر دندان میگیره که قرآن 1400 سال چطور خبر میده. الله ان الله یمسک السماوات، الله نگاه میکنه آسمان ها را، والارض زمین، ان تزول، از که از جای خود زائل شوند، از نظم خود براین. الله ای را نگاه کرده. ولا ان زالتا، اگر برای از جای خود زائل شوه، این امسکهما، یا را نگاه کردن نمیتونه، من احد، اچ کسی، نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی، نه ساینس جدید، نه ابر قدرت های جهانی اصطلاحی، من بعدی پس از زائل شدنش، انه یقینا الله تبارک و تعالی کان هست حلیما، بسیار بردبار، زود انتقام نمیگیره کسایی که مخالفت از نظامش میکنه، غفورا، بخشش کننده است اگر بعد از سرکشی کسی ایمانم بیاره الله میپذیره. الله طور ذات است. قرآن چی حقایق برملا میکنه شما خبر داره؟ زمین سری چی استوار است، چی حرکت ها داره. خود ساینسدانا خودشان قائل است که زمین در یک شب و روز بگه چند مرتبه در دوری آفتاب چرخ میخوره، یا در دوری خود چند مرتبه و در دوری آفتاب چقدر چرخ میخوره. هر سیاره در فضای خود مدار داره و در اون مدار خود میچرخه. چندین مراتب در تاریخ شما در از رادیوها شنیده که پیش بینی کرده ساینسدانا که فلان سیاره تکر میکنه قطع زمین. اگر تکر میکرد قطع زمین چی از دستی همین مردم میشد؟ آیا کسی هسته که آلی بگیره؟ اگر همی تکرها واقع شد و این سیارات و او ریزه های از و توده های از یاد در زمین بیا، زندگی در زمین امکان داره؟ کلا. اگر زمین الله تبارک و تعالی لرزش ها را شروع بکنه کسی در روی زمین زندگی کرده میتونه؟ خو الله تبارک و تعالی همه این نظام بزرگه در یک مدار خاص وظیفه داده و همو مدار خود طی میکنه. فقط قوه جاذبه و دافعی که الله در روی آسمان وضع کرده که نمیگذاره یکی به دیگه نزدیک شود تصادم کنه یا ایسته که دور شود. این نظام کی وضع کرده؟ اگر الله امی کار از بین ببره کسی هست که مانع شود؟
در سال 2000 همینطور یک آوازه نبود، رادیوها نگفت، هراس نفتاده بود سری کل جهان که یک پارچه از مچم زحل یا عطارد چی میشه؟ میاد از زمین میاد. خود که در زمین میاد کی در زیرش استاده شده میتونه که من دفاع میکنم؟ قرآن بر ما میگه این حقایق عالی مکمل برملا میکنه. این مردمایی که در فضا سیر و سیاحت میکنه وقتی که میاد که قرآن این آیاتا را میشنوه بالکل به جز از اعتراف و ایمان دیگر را نداره که قرآن چه حقایق بر ما بیان کرده. واقعا همونطور است. اگر او پارچه های آسمانی کلش در زمین برسه یک نفر زندگی نمیتونه، ولی الله در فضا موادی را پیدا کرده که همه اون پارچه ها خاکستر میشه، نمیاد زمین. یک مرتبه یک الماسک میخوره. یک الماسک چقدر کور تخریب میکنه؟ یک الماسک بسته یک بغل کور میبینی که یک دم کوچک حرکت کرده، قاده ها از بین رفته. الله تبارک و تعالی این نظام نگاه کرده، تو انسان هنوز نمیبینی. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم یاد میکنه به الله تبارک و تعالی جهد ایمانهم، چی به پوره کوشش قسم یاد کردن، قسم خود به پوره کوشش یاد میکنه. اینجا مراد از مکمل قسم یا پوره قسم چیسته؟ یا ایسته که قسم یاد میکنه به پوره قسم، به نام الله قسم میخوره. مشرکین وقتی که قسم به نام الله میخورد این کلانترین قسم بود. خو امروز کلانترین قسم در جامعه ما چیسته؟ در سری بچت قسم، در این زنجیر پیغمبر قسم. تو از کجایی نسبت دروغ به پیغمبر میکنی که زنجیر پیغمبر است؟ هر چیزی که به پیغمبر نسبت کردی او به نام چی یاد میشه؟ حدیث. به نام چی یاد میشه؟ او از پیغمبر ثابت نشه و این سند دروغ است. من کذب علی متعمدا، کسی که دروغ میگه جور میکنه برای ما، متعمدا به قصد، فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود از آتش تیار کنه. تو جناب از کجا این را ثابت میکنی که زنجیر پیغمبر است؟ پیغمبر تسبیح که در خانه چین جور شده، کارخانه چین جور شده، او را دست کشید و گردانی بود مسئله را دوڑی خور. این دیتوری تسبیح دیگر هم نداشت پیغمبر. تنها صحابه ریگا میگا را برای تسبیحات شمار کردن دانه های خرما را داشتن، دیگر نداشتن. چند یکی قسم میخوره شرک است، من احلف بغیر الله فقط اشرک، شرکت. دوم نسبت دروغ به پیغمبر میکنه. امروز خوی طور است، تمام روز به اولادت قسم، به سخی صاحب قسم. برادر علی تشریح ما چی میگه؟ بزرگترین قسمش تیغی کیسته؟ عباس. با تیغی عباس قسم. این از کجا پیغ؟ تیغی عباس. عجیب گپ است. قرآن برای ما چی میگه؟ دستورات پیغمبر برای ما چی میگه؟ مشرکین مکه بزرگترین قسم قسم الله میدانست، او ما بزرگترین قسم او را نمیدانیم. کمونستا باز چی میکردن؟ به شرافتت قسم. شرافتت قسم. تو شرافت داری؟ تو مشرک، تو کافر، شرافت از کجا داری که تو شرافت به شرافتت قسم؟ شرافت خوب برای او کسی است که نظام الله را پذیرفته، مطابق نظام الله زندگی میکنه. کجا شد؟ بله، و اقسموا بالله، قسم یاد میکنه به الله جهد ایمانهم، ما کم قسم خوردنی از یا لئن جاءهم، اگر بیا برشان نذیر بیم دهنده، لیکونن خامخا میگردن یا اهدا من احدى الامم، خیلی هدایت یافته از یکی از امتهای گذشته. از امتهای گذشته کده یا خیلی هدایت یافته میشه. اهل مکه قسم یاد میکردن، میگفتن که اگر بر ما برنامه هدایت بیاید دیگه ما پیشتاز هستیم، مثل یهود و نصارا واری نیستیم. الله چی میفرماید؟ این قسم ها را یاد کرده بودن خواهد. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برشان نذیر بیم دهنده، پیغمبری برجسته که مکمل سر تا پا معجزه داشت، سر تا پا دلیل حقانیت نبوتش بود. ما زادهم، زیاد نکد برای از یا الا نفورا، مگر چی را؟ نفرت. امروز مسلمان های ما هم دعوا داره ما قرآن از زیاد دوست داریم، قرآن که بیا بخیر، لیکن قرآن که ترجمهش آمد میگریزن، حرکت میکنه. یک نفر ما خود یک جای تقریر میکردم، در سر منبر نشسته بودم، دروازه درا چی بود که آمد نمیشناخت که مستم، خب کمی سر در دروازه پیش کرد که مرا دید بگریز که نمیگریزی، دستار یقین بکنه اینطوری گرفته بود که چی که آوازی مرد گوشش نبره. به خاطری که آوازی ما مثل بم اتم ماری بود. البته چی رقم سریازی بسیار تاثیر داشت. یا میگفت که دستی سرم تاثیر نکنه، برایشان گفته شده نه که میگه گوش نگیره که با سرتان چی داره؟ تاثیر داره. ایره میگه نفرت اختیار کردن، نعوذ بالله. تا که استکبارا فی الارض، از روی تکبر در روی زمین. این مردم ها ایتورام نبوده که قطع حقیقت آشنا نبودن،
زندگی پیغمبر علیه السلام از سر تا پا صداقتش، امانتش، اخلاقش، راستیش مکمل، شجاعتش مکمل به این مردم معلوم بود و ناگهان از زبانش طور کلمات جاری میشه که جهان تا روز قیامت اخطار میده کسی آورده نمیتونه. بازم تو نمیپذیری. خو استکبارن، از روی تکبر ورزیدن در روی زمین. یک و مکر سیء، حیله اندیشیدن برای کار بد. از سیء چی ماند؟ برای کار بد. از روی حیله اندیشیدن، حیله جور کردن از روی کار بد، به خاطر کار بد یا حیله اندوزی میکردن، یا نه تنها که خود نپذیرفتن، آلی سازش ها را شروع کردن، نقشه ها را طرح میکردن که چه قسمی دعوت ای قرآن ما از بین ببریم. از امو خاطر تمام عمر نقشه کشی کردن علیه پیغمبر، علیه چی؟ از بین بردن قرآن. نعوذ بالله. خو الله چی میگه؟ ولا یحیق المکر السیء، فرا نمیگیره المکر السیء، حیله بد، سازشی بد، الا به اهلی، مگر اهلی امو حیله، امو خودش دو بند میشه. میفهمی شما؟ عالم حق پرست که بیاید، عالم دیگه که سالا مردم در بدعت دعوت داده، در شرک دعوت داده، تلاش میکنه که این عالم حق پرست چی بکنه؟ در نظر مردم بد جلوه بده و در علیه ازی تبلیغات کنه، سازشا میکنه، لیکن آخر الامر منجر به چی میشه؟ بگه خودش دوگیر میاد. مردم در مقابلش میخیزه که تباه کردی ما را مولا، گشتای قاقی ما را کلش خوردی و هیچ خدمت برای ما نکردی. تو همی قدرم بر من نشان ندادی که بعد از سلام دور دادن استغفرالله 3 دفعه گفته میشه. خود تو همی رم نکدی؟ الا بگیرشه، دب و دوب میشه. الا خیرت است ملا را زدن. چرا زدن؟ او برادر ملا را چرا میزنه؟ ملا نبود. این ملا نبود. این کی بود؟ بلا بود. بلا. این بلا بود، ملا نبود. بلا را زدیم. بلا آفت به ما آورده بود. فقط ما را دوهام بسته کرده بود که ایره شویشت کو، که ایره دوده کو، که ایره تاویز کو، که ایره قدی کو، رقم اینوانا را برای ما کشیده بود. بچه خوردیم هم بدون یه تاویزی ازی کلان نمیشد. عجیب گپاست. الله رحم بکنه. خب فهل ینظرون، یا انتظار نداره، الا سنت الاولین، مگر طریقه عذاب دادن مردمای پیشینه، که عذابی که الله به مردم پیشین داده همونطور حالت سرشان بیه. فلن تجد لسنت الله، هرگز تو پیدا نمیکنی برای اونمو طریقه الله، طریقه عذاب دادنی که الله به قومای سابقه داده، تبدیل یعنی کسی را رد کردن نمیتونه. ولن تجد لسنت الله، و نمیابی به می طریقه عذاب دادن الله کسی را تحویلا، که بگردانه، تخفیف بیاره. اولم یسیرو فی الارض، یا سیر و سفر نکده در روی زمین، فینظرو که ببینه، باید چشمای دل، به چشم دل ببینه، کیف کان عاقبت الذین، چه قسم بود انجام کسانی که من قبلهم پیش از یا بودن، و کانو بودن و مردم اشد منهم، خیلی سخت بودن از یا کده، قوتا از روی قوت، و بسیار توانا بودن. خو هرگاه مخالفت انبیا علیهم السلام کردن، الله به عذاب گرفتار کرد. یام بعد سرنوشت خدا بالکل مقایسه کنه و امیر رقم فکر بکنه. و ما کان الله لیعجزه، نیست الله تبارک و تعالی ضعیف که عاجز بسازه الله را، نعوذ بالله، یا توسط گریختنشان، من شین لیعجزه من شین، که عاجز بسازه الله را از یک چیز، الله را از یک چیز عاجز کرده نمیتوانند، بلکه الله یارا کلش گیر میکنه، فی السماوات، در آسمان ها، ولا فی الارض، نه در زمین، در هیچ جا از الله، یا الله را عاجز کرده نمیتونه، از الله فرار کرده نمیتونه. انه کان علیما قدیرا، یقینا الله علیم است، تمام برنامه ها، کارایی های از یارا مکمل علم داره، قدیرا قدرت داره که کلی از یارا در هر جای در هر گوشه بگیره. ولو یاخذو، لیکن الله نمیگیره. چرا نمیگیره؟ حکمت ایره تقاضا میکنه. چی حکمت است؟ بیان میکنه. ولو یاخذ الله الناس، اگر الله میگرفت کلی مردم بما، به سبب او اعمال و گناه ها کسبو که خود انجام دادن، یعنی هیچ کسی را الله معاف نمیکرد، ما ترک علی ظهرها، نمیگذاشت بالای روی زمین، من دابت، یک جنبنده هم نمیبود. ولکن یؤخرهم، لیکن الله یارا تاریخشان پسان میکنه، پشتی سر میسازه تاریخی از عذابی از یارا، الی اجل، تا یک تاریخی را، وقتی را مسمن که مشخص و معین بری از یا شده. الله زودی کده به یک گناه کلگی را نمیگیره، که میگرفت آلی یک جنبنده در روی زمین باقی نمیمان. چرا؟ الله
وقتی عذابه خود روان میکرد در این سرزمین تمامی توده های آسمان و این گپا نظم و نظام از بین میرفت. دیگه یک جنبین در اینجا زندگی نمیتونست، در این زمین کسی دیگه زندگی نمیتونست. خو لیکن الله تبارک و تعالی طور نمیکنه، موقع میده که بنده ما چی میکنه، تا کجا را میده و چقدر مست است، چقدر قدرت داره، تا چقدر اندازه را خیز میزنه، چقدر میده و آخر کجا میره؟ بوش کجا شد؟ بوش گورباچوف کجا شد؟ کدام جا هستن؟ دیگهش کجا میشه؟ حتما روز فرا میرسه که الله یارا گیر میکنه در حلقه ها. فاذا جاء اجلهم، در آن وقتی که بیاد تاریخ مقررشان، فان الله، یقینا الله مناسب جزا میده. چرا که الله تبارک و تعالی کانه هست به عبادی، بالای بنده های خود بصیرا میبینه. این بندگان مظلوم و بیچاره را که یا مورد لطکوب، شکنجه، چیستا، بندگیری، در زندان انداختن، انواع تعذیب دادن، الله نمیبینه؟ چی؟ بالکل میبینه. روزی فرا میرسه که الله انتقام امی مظلوما را از این ظالما میگیره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.